خیلی از دیدارتون شدیم بیننده عزیزی تلویزیونی سفینه. اینک با خواهش و درخواست شما دعوت نمودیم هنرمند محبوب و دوست داشتنی، هنرمند جوان بانو نیگورا خولوا را که خوش آمدیدش میگیم به استودیو تلویزیونی سفینه و این دستگل تابستانه تقدیم شما. بسیار هم بودی زیبا. زنده باشید. من گمان میکنم که در نزد زیبایی شما این گل رو رشکش اومده. خب نیگورا، واقعا چند مدتی است که از دیده ها دورید. خب این علاقه مردم میدونند، زیرا که مخلص اشده که هستند حتی از چیزهایی میدونند که خودت بخبری. مردم میدونند که علاقه صاحب عائله خوشبخت است نیگورا بانو و صاحب یک دخترچه زیبا. است که چی نام دارد؟ دخترچه من نام دارد امیره. امیره. زنده باشه. با کی مانم باشه؟ با پدر یا مادر؟ خانگی ها بیشتر میگویند که با پدرش مانند. یعنی داماد زور آوردن؟ بله. خب به هر صورت خوش آمدی بار دیگر به استودیو تلویزیون سفینه. میخواهیم این دم و این لحظه از نوگانی ها صحبت کنیم. در ایجاد چی چیزی نو است؟ چه ایجادی تازه است؟ با نزدیکی و یاردن برادر جانم سروش جان یک سود پیشکشی مخلصان گرداندیم با نام عروسی. با نام عروسی؟ بله. و میدونی بیشتر نیگورا رو با نام ترانه های وصف عروس و وصف توی و سور بیشتر میدونن. گمان میکنم که یک سرود دیگر هم بود در وصف عروسی. بله. بیاد نخست چند مصرع از اون ترانه میسراییم و بعدا از این ترانه. مایلش. مرحمت. دختر وانای خاله خمیر تکی راست میکنه، هر لحظه پیشی آچه کشیش ناز میکنه. دختر وانای خاله خمیر تکی راست میکنه، هر لحظه پیشی آچه کشیش ناز میکنه. زنده باشید. اکنون از ترانه نو. ای چادی را بسر کن وقتی رفتنای، دوستا خبر کن وقتی رفتنای. ای چادی را بسر کنه وقتی رفتنای، دوستا خبر کن وقتی رفتنای. ای شالی زر بسر بند ماهی زر کمر، شالی زر بسر بند ماهی زر کمر، دوستا خبر کن وقتی رفتنای. ای دوستا خبر کن وقتی رفتنای. دوستان عزتمند، این لحظه امکان داریم که این ترانه رو به پورگی تماشا کنیم، زیرا که علاقه نیگورا بانو این ترانه رو همچون یک ثبت تلویزیونی با قول دیگر کلیپ آماده کرده است. این لحظه از کارگردان خواهش میکنیم که این نوا رو پیشنهادی بیننده گرداند. عروس میرود بربری شه مهین مهین، در دستی عروس چلک سرخنگی، آچش به هوس شانه زنه بر مویوش. امروز میرود دخترکی خوش رویوش. ای چادی را بسر کن وقتی رفتنای، دوستا را خبر کن وقتی رفتنای. ای چادی را بسر کنه وقتی رفتنای، دوستا را خبر کن وقتی رفتنای. ای شالی زر بسر بند ماهی زر کمر، شالی زر بسر بند ماهی زر کمر، دوستا را خبر کن وقتی رفتنای. ای دوستا را خبر کن وقتی رفتنای. قدم های تو بود در دیده یا چم از کنه جای تو بود، آشد به خدا غم بری غم های تو بود، دل بسته خنده های زیبای تو بود. چادی را بسر کن وقتی رفتنای، دوستا را خبر کن وقتی
ماهی زر بس سر بر ماهی زر کمر دوست داره خبر کن وقتی رفتن ای هی دوست داره خبر کن وقتی رفتن ای راهی درازه دخته بنازه راهی درازه دخته بنازه بچه سراغش آمده ای وقتی نمازه بچه سراغش آمده ای وقتی نمازه راهی درازه دخته بنازه راهی درازه دخته بنازه بچه سراغش آمده ای وقتی نمازه بچه سراغش آمده ای وقتی نمازه عروسک چادری گلکاری داره حملی مهرگی مرواری داره با دستش دستمالی زرگرانی با پاش کفشکی بلغاری داره راهی درازه دخته بنازه راهی درازه دخته بنازه بچه سراغش آمده ای وقتی نمازه بچه سراغش آمده ای وقتی نمازه با بچه سراغش آمده وقتی نمازه زیر دندانکی ما لب شکره بینی مرد به خدا کی دیگره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم خدا کی دیگره بینی مرد به خدا کی دیگره زیر دندانکی ما لب شکره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم خدا کی دیگره چشمش نکنه ارهی دور آمده یا زیر دندانکی ما لب شکره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم خدا کی دیگره افگار شیده زور به زور آمده یا زیر دندانکی ما لب شکره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم خدا کی دیگره در گوشه جیبکش گلی صد برگی زیر دندانکی ما لب شکره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم خدا کی دیگره ای شهری حواس ها به غرور آمده یا زیر دندانکی ما لب شکره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم خدا کی دیگره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مرد به خدا کی دیگره آتش زد و رفت به وفا بر جانم در کوچه ای درد غمکاش سرسانم چون بلبلی افتاده میانی قفسه ای سوخته دل براش بخوانم زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم خدا کی دیگره ای زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم به خدا کی دیگره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم به خدا کی دیگره زیر دندانکی ما لب شکره بینی مردم به خدا کی دیگره نگارا بانو بیاد بازم اطراف حیات اویلوی صحبت بکنیم چون از اون دوره که بود نگارایی پیش از توی و بعد از توی من باری اول است که با شما صحبت می‌آورویم بگوید که چه دیگرگونی است امروز همون نگارای پیشتر آزادی است و یا اینکه کمی در بعد اویله‌دار شدن با ممنوعیت‌ها دچار می‌شوید راستی بعد از خانه‌دار شدن به
تشویش نمیشود بله. زندگی لیکن به هر حال هست آزادی هست چون که شوهر خوب دارم. رشکین است؟ نه. سلامت باشید. خب در راه ایجاد چی؟ کمتر به ایجاد سر و کار میگیرید یا که چون پیشتر پیوسته در جستجو هستید؟ چون پیشتر بعضی وقتا کمتر است. کمتر است. تشویش اویلا بی دخترچه؟ بله دخترچه، نگاه بینی، شوهر. زنده باشید. خوش باز چی در پی کدام شاید یکم آهنگ نو در پی بله البته با کمک برادر جانم سروش جان از پی جستجوی ترانه ها هستند. ترانه نوی خود را باز هم پیشکش تماشاگران میگردونم با طریق کلیپ. میدونید نیگورا برای بسیاری ها این عجیب می نماید زیرا که نیگورا رو خردکک دیده بودن و تا هنوز همین گونه خیال میکنن که حالا نیگورا خردکک است. ولی باز هم یادرس میشنیم که نه، این علاقه نیگورای ما بزرگ است، صاحب اویله خوشبخت است، صاحب دخترچه زیبا و هنوز هم بهر شما کوشش میکند که ترانه های تازه و تر پیشنهاد نماید. زیرا رسالتش همین است، زیرا در انتخاب کسب خطا نکرده است. بله البته. هنر به نیگورا چی داد؟ هنر به من آبرو داد. وقتی که مخلصا به من اظهاری مینداریم بیان میکنم. بله نداری بیان میکنم، بسیار شاد میشوم و میخوام که باز هم صدای تازه پیشکش آنها گردانم. من گمان میکنم که برای هنرمند چون یک دل نازک دارد و نهایت احساساتی هم هست، بله. توجه مردم این بلندترین بله. و قیمتترین ارزش است. بله برای هر یک هنرمند فکر میکنم همین عزیز است. زنده باشید. این نوبت کدام ترانه رو پیشنهاد کنیم به بیننده؟ چی ترانه است؟ من یک ترانه مهین دارم که با طرز کلیپ آماده گردانده بودم. میخوام که پیشکش مخلصان همون ترانه. میتونیم نخست چند مصرعش رو بشنویم از لحن شما و بعدا کلیپ رو پیشنهاد کنیم؟ مرحمت. فرازی کوچه های شهر خالی است، هوا امروز گریان است، بزری سایه چتر مرا رد نیست، دو چشمم ابری نیسان است، دلم خوناب و بیریان است، کنارم ریزه باران است، دلم خوناب و بیریان است، کنارم ریزه باران است، دو چشمم ابری نیسان. نیگورا میگن که شیرینی زندگی رو مدرکی اساسی آرزوهاست. پس همه آرزوها عملی گشتن یا نه؟ البته گشتن. آرزوها عملی شدن؟ بله. و یک آرزوی دیگر دارم که میخوام که در سال آینده با همراه برادر جانم یک کنسرتی با شکوه برپا گردانیم. حرکت تحریزی دارید این نقشه رو؟ بله. نیگورا رو به اینجا در رسیدن بیشتر کمکی کی بود؟ و که نیگورا از کی میندار است؟ در اینجا در رسیدن کمک مادرم بود، پدرم بود که در صنعت هنرنمایی میکردن و هنگامی که هر باری که آنها میسرایدن میخواستم که مثل آنها سرود بسرایم و بسیار به من کمک نمودن که به اینجا در رسیدید؟ بله. و تا هنوزم کمک میرسونن؟ بله البته. خب انتخاب شعر از جانب کیست بیشتر؟ انتخاب شعر، متن و آهنگ و بیشتر از جانب برادرم میباشد. از جانب سروش خواه؟ بله. و خودم هم کم کم وای بله میکنید؟ البته. آهنگ ایجاد میکنید؟ نه. نه. در کدام رویه برایتون آسانتر است سرود خواندن، سرود پیشنهاد کردن؟ با من راستی گم همش بار خود رو دشوار نیست. بار خود رو در سبک سروده های شش مقام سنجیده اید یا نه؟ نه. نه. و نیت هم نداری؟ نه. نه. بیشتر سرودهای خلقی و سرودهای سبکی استراد.
شما که از خوردی در همین رویه سر و کار دارید، در راه هنر هستید، در یگم نمودی اسباب نواخته میتوانید جان؟ باره راستی گفت کوششم کردم اما اصلش نبرآمدم. در کدام نمودی اسباب بیشتر ذوق دارید، میل دارید؟ گیتار. گیتار. بله. نگارا ما رو در پیش یک جشنی است برای هر یک فرد تاجیک خیلی عزیز و مقدس، اینم باشد جشن استقلال. شکر استقلال میکنیم، شکر وطن میکنیم و میخواهم که این لحظه از وطن هم چیزی بگویم و چند مصرعی بخونیم. وصفش. بله البته من کوشش کرده استادم که در وصف وطن باز یک ترانه وطن پیشکش مخلصان گردانه و من است که تا کدام اندازه وطن را دوست می‌داری؟ البته به وطن زندگی میخوام که همیشه وطن ما آباد و زیبا باشد، چون که وطن است که ما میفخریم در بین دیگر دولت ها و چون کبوتران نیک اقبال پر میزنیم در این وطن. البته و میخوام که باز یک ترانه دیگر در این استقلالیت بسرایم. زنده باشید. ما میتونیم چند مصرع وصف وطن این لحظه از لحن شما بشنویم؟ مرحمت. وطن تو را میپرورم مثل دعای مادرم، از جان برایت بگذرم ای جان وطن جان. نمیشویم از تو جدا، نمیرویم به هیچ کجا، باشد نگهبانت خدا ای جان وطن جان، ای جان وطن جان. تشکر زیاد برای صحبت، تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما که ما رو دعوت نمودید. زنده باشید. چون رسالت ما بود همین، چون خواهش زیاد کردن بعد این خاطر خواستیم که اقلا برای عملی سازی یعنی خواهش بیننده سهم خود را بگذاره. زنده باشید، صداتون خسته نباشد. با امید عملی شوی آرزوهای نیک شما. تشکر زیاد. با تماشاگران عزیز خواهان آن دارم که همیشه صحتمند و سربلند باشند و همیشه وطن عزیزم را دوست دارن. بله همین گونه وطن عزیز رو همیشه دوست دارید. دوستدار صنعت اصیل باشید. تا نزدیکترین دیدار و تا میزبانی دیگر، خیر عزیزان.